ولینا فاغفر لنا انت ولینا، تویی که ولی اولیاء بالا بزرگ مایی بابا. فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین، ما رو ببخش، رحم کن، تو رو خدا به ما، تو رو جون خودت، تو بهترین بخشاینده ای. دقیقاً یکی از زیباترین حرفا رو موسی اون تو لحظه ورطه که میفته به این الله میگه و نشانه دقیقاً اینه که خود اصل و فرع این قضایا همه زیر پرسش خود موسی هم بودن. موسی یک حزب، یک گروه رو میخواسته از یک مصیبتی نجات بده، مردی بوده در یک ورطه سیاسی و پرگرفتاری گیر افتاده. ولی شما میبینید که در این بند 156 از سوره الاعراف موسی چه حرف بزرگی رو به الله میزنه. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، و برگزید موسی از قوم خودش 70 مرد رو برای ملاقات با ما. فلما اخذتهم الرجفه، وقتی که طوفان و سختی و بوران گرفت، قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، اگر دوست داشتی میخواستی پیش از این، نه اینکه تو این راهی که با من دارم میان، میکشتیشون. تهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا میخوای ما رو بکشی به خاطر اینکه اون دیوانه های ما اون کارا رو کردن؟ ان هی الا فتنتک، این چیزی نیست مگر فتنه خودت الله جون. عیناً اینو داره موسی بهش میگه، تضل بها من تشاء، تویی که هر کسی رو میخوای گمراه میکنی. یعنی اون بیچاره هم سفها هم تو سفیه و هم تو گمراهشون کردی. و تهدی من تشاء، هر کسی رو بخوای هدایت میکنی. انت ولینا، بابا تو ولی امری، قدرت دست توی، پدر سوخته خامنه‌ای، تو چرا سر ملت رو میبری؟ فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین، ما رو ببخش و به ما رحم کن، تو بهترین بخشنده‌ای. خب گمان میکنم که برای امشب کافی باشه.